الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. خدمت صائمین ماه مبارک رمضان، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. الله سبحانه و تعالی را سپاس گذاریم که بر من گوینده توفیق بخشید و برای شما بینندگان عزیز و بزرگوار توفیق داد تا در این ماه مبارک رمضان مسائل و احکام و دروس رمضانی را بیان بکنیم و بشنویم و از الله سبحانه و تعالی میخواهیم همانطوری که برای ما توفیق گفتن و شنیدن را عطا فرمود، توفیق عمل هم عنایت بفرماید. آخرین جلسه هست از دروس رمضانی یا درس های ماه مبارک رمضان. ماه مبارک رمضان همانطوری که در دروس گذشته بیان شد، رمضان ماه صبر، رمضان ماه شکر، رمضان ماه عبادت هست، رمضان ماه شب زنده‌داری است، رمضان ماه غالب شدن بر دشمن هست، رمضان ماه جهاد، رمضان ماه دعوت، رمضان ماه فتح و ظفر و پیروزی است، رمضان ماه جبران و ماه جبران گذشته هست. رمضان ماهی است که دروازه های جنت باز هست و رمضان ماهی است که دروازه های جهنم مسدود و شیاطین به زنجیر کشیده شدند. الان واجب دیگر از واجباتی که مرتبط میشه به ماه مبارک رمضان و ارتباط میگیره به این 29 روز یا 30 روزی که به عبادت الله سبحانه و تعالی سپری کردید، که آن عبارت از مسئله صدقه فطر و مسئله عید هست. پیرامون صدقه فطر یا زکات فطر، رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم در حدیثی سیدنا عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت میکنند و میفرمایند: فرض رسول الله صلی الله علیه و سلم زکات الفطر، فرض نموده رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زکات فطر را، و رسول الله صلی الله علیه و سلم از پیش خود چیزی نمیگویند. و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وحی الله سبحانه و تعالی هست. زکات فطر یا صدقه فطر در ادامه میفرمایند: صاع من تمر او صاع من شعیر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تود قبل خروج الناس إلى الصلاة. رواه البخاري. أو كما قال صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. صدقه فطر برای هر مسلمانی که قوت یومیه خود را داشته باشه، یعنی خرج و خوراک روزانه خود را داشته باشه، برایش واجبه تا اینکه بپردازه. برای هر غلامی میخواه باشه، برای هر آزادی میخواه باشه، چی زن باشه، چی مرد باشه، چی صغیر باشه و چی کبیر باشه، این چی وقت پرداخته بشه؟ قبل از این که، پیش از این که شخص به طرف نماز عید روان بشه. این که در حدیث میاره که این صدقه فطر یا خرما باشه یا شعیر
جو باشه. این نظر به فقها و اینها بیان کردن، نظر به مناطق و عرف و عادتی که در منطقه و فقرا و مستضعفین به او نیاز داره. بعضی مناطق هست برنج هست، فقیر از برنج استفاده میکنه. بعضی مناطق هست گندم هست، از گندم استفاده میکنه. بعضی مناطق هست شاید فقیر برنج و گندم داشته باشه، پولش داده بشه. هدف و اصلی و اساسی از این صدقه فطر چیست؟ به اینه که حکمتی و تطهیر للصائم من الرفث واللغو. بدون شک کاستی که در رمضان، در روزه رمضان پیدا شده، نقص و زیانی که در رمضان در روزه پیدا شده، این صدقه فطر او را پاک میکنه. حکمت دیگرش فرحت و خوشحالی برای فقرا و مستمندان. همانطوری که در ماه مبارک رمضان فقیر و غنی یکسان بودند، هر دو لبها خشکیده بود، هر دو گرسنه بودند، هر دو تشنه بودند. الله سبحانه و تعالی میخواهد در روز عید، روز عید که روز فرحته، روز عید که روز خوشحالیه، الله سبحانه و تعالی میخواهد که فقیر و غنی مساوی باشن، دست فقیر دراز نباشه. روز عید، در روز عید فقیر هم لباس نو داشته باشه، فقیر هم با راحت کامل رو به طرف نماز بیایه. همچنین از حکمتهای صدقه فطر اینه که زکات یا این صدقه فطر جسم را پاک میکنه. حتی در قرآن هم اشاره شده قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلی. رستگار کسیه که نفس خود را تزکیه بکنه. و همچنین از حکمتهای صدقه فطر به جا آوردن شکر الله سبحانه و تعالی. ای الله، تو توفیق عبادت دادی، تو توفیق تلاوت دادی، تو توفیق دعا و ذکر و بیدار شدن در وقت سحر و توفیق روزه و نماز و اینها رو تو توفیق دادی. این صدقه فطر شکرانه هست، به شکرانه این که درست و صحیح بتوانستی عبادت الله را سپری و عبادت الله را درست و صحیح انجام بدی. این به طور خلاصه و فشرده پیرامون زکات و یا صدقه فطر، زکات فطر و یا صدقه فطر. در قسمت صلاة عید، عید روز فرحت و خوشحالی، الله سبحانه و تعالی در ابتدای آیه وقت شروع میکنه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. بعد آیه بعدی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. در اخیر آیه میفرمایه ولتکبروا الله علی ما هداکم. حالا دیگه به این هدایتی که الله شما را، به این راهنمایی که الله شما را داشته در این ماه، شما دیگه الله را به بزرگی یاد کنید. ولعلکم تشکرون، تا بنده شاکر الله باشید. این یاد کردن الله سبحانه و تعالی چیست که الله می فرماید ولتکبر الله علی ما هداکم؟ این تکبیرها لحظه که ماه شوال داخل میشه، ماه رمضان تمام میشه، تکبیرها شروع میشه. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر کبیرا، الله اکبر کبیرا والحمد لله کثیرا وسبحان الله بکرة و اصیلا. این تکبیرها زمزمه میشه. شب عید این تکبیرها هست. ولتکبروا الله علی ما هداکم ولعلکم تشکرون. شب عید
شب گناه نیست که بعضی انسان ها فکر میکنن رمضان رفت دیگه شروع میکنن به رقص و به پایکوبی و به ساز و به موسیقی و به لهو و لعب. شب عید شب است که الله سبحانه و تعالی به بندگان خود عیدی میده. عیدی الله چی هست؟ عفو، بخشش، جنته. ای الله، ای الله، روز عید همه اطفال گرد پدر و مادر خود میچرخن با امید این که پدر دست به کیسه کنه و برای اطفال خود عیدی بده. ای الله، تو از پدر و مادر مهربان تری. ای الله، تو خیلی از پدر و مادر مهربان تری. امروز همه ما به منزله یک گدا دست ما طرف تو دراز است. زن و مرد همه دست ما طرف تو دراز است. از تو میخواهیم که تو عیدی ما، از تو عیدی میخواهیم، از تو عیدی میخواهیم. ای کریم مهربان، ای رب مهربان، ای پروردگاری که از پدر و مادر مهربان تری. عیدی ما عفو ما باشه، عیدی ما بخشش باشه، عیدی ما این باشه که قلم عفو را بر گناهان ما بکشی و ما را از آتش جهنم نجات بدی و ما را وارد جنت الفردوس بگردانی. عید و احکام عید. صبح عید وقتی که شخص نماز صبح میخوانه، از جمله آمادگی های نماز عید هست زمانی که خورشید بلند میشه یک نیزه، یعنی وقت اشراق میشه، همون وقت نماز عید هم داخل میشه. شخص آمادگی نماز رو میگیره، 2 رکعت نماز با تکبیرها و با خطبهش. رعایت نظافت، غسل نمودن، خوشبویی نمودن، پوشیدن لباس جدید و یا لباس نو، نظیف، پاک، قبل از اینکه خروج به طرف نماز داشته باشه. چیزی را خوردن، چیزی را بخوره مستحبه در عید فطر. اگر خرما باشه بهتر. در روز عید روزه گرفتن حرام هست. انسان حق نداره روز اول عید روزه بگیره، اما از روز دوم در عید فطر اجازه هست که روزه شوال 6 روزه بگیره. و اگر در همین ماه شوال در هر روزی غیر از روز اول 6 روز شوال را روزه بگیره، اجر عظیم و بزرگی داره. میتونه پی در پی بگیره، میتونه بالاخره با فاصله روزها بگیره روزه شوال. فرصت خوبی است روز عید تا صله رحم به جا بشه. از کسی که ناراحتیم او را به آغوش بگیریم، بریم به خانه اش، از او معذرت بخواهیم. اجر و ثواب از آن کسیه که اول سلام بکنه، اجر و ثواب از کسیه که اول بر طرف مقابلی که از او ناراحت هست از او معذرت بخواهه و او را به آغوش بگیره. در مسیر راه رو به طرف نماز عید تکبیرها زمزمه کلام باشه. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد، الله اکبر کبیرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. چی لحظه است که انسان خوشحالی میکنه و خوشحالیش اینه که اطاعت از الله نموده. 1 ماه روز در صیام بوده و شب در قیام بوده، 1 ماه به تلاوت و به ذکر و دعا بوده. الله سبحانه و تعالی میفرمایه قل بفضل الله و برحمته فبذلك فلیفرحوا. روز عید روز فرحته، روز خوشحالیه. وقتی فضل الله شامل حال شما شد شما خوشحال باشید. خوشحالیه که
تحت چوکات شریعت باشه، نه خوشحالی که الله قهر و غضبش بیایه. بعضی انسان ها در روزای عید عبادت را فراموش میکنن، نماز جماعت را فراموش میکنن، در روزای عید تلاوت قرآن را فراموش میکنن، در روزای عید تسبیح و تحلیل و تحمید را فراموش میکنن. چی لذت داره که انسان روز عید هم عیدی با قرآن داشته باشه، سراغ قرآن بره، قرآن رو برداره، بگه ای کلام پروردگار، ای کلام جاویدان، ای کتابی که من به وسیله تو خوشبخت دنیا و آخرت می شدم، آمدم با تو هم عیدی کنم. من از تو جدا نشدم، هیچ وقت جدا نمی شدم. چی لذت داره که روز عید تلاش بشه که انسان صف اول به جماعت باشه، تا الله سبحانه و تعالی ببینه که این بندش ثمره روزه و نتیجه روزه در وجودش هست. انسانی که در روز عید به عبادت الله می پردازه، یک روزه گرفتن برایش نیست دیگه، اگر به ذکر و به تلاوت و به نماز جماعت میره، اینها نشانه مقبولیت هست. اگر صله رحم به جا میکنه، اگر خدمت برای اقارب و خویشاوندان داره و اگر توجهی به فقرا و مستضعفین داره، اینها نشانه قبولیت رمضان هست. پس بناهن خصوصا برای خواهران و برای جوانان و نوجوانان عزیز این توصیه من هست. روزهای عید روز گناه نیست. روزهای عید فرحت و خوشحالی که آمده به خاطر سپاسگزاری هست، به خاطر تشکری از الله هست. خوشحالیم که الله توفیق عبادت داده. نکته اخیر خود را میگویم، برای کسانی که در ماه مبارک رمضان نظر به عذر شرعی نتوانستن روزه بگیرن، یا مسافر بودن یا مریض بودن که روی بستر افتاده بودن، الله سبحانه تعالی جمیع مریضان را شفای عاجل و کامل عنایت بفرماید. مسافران را صحیح و سالم با آغوش گرم خانواده برسانه. یا نظر به عذر دیگری که نشده یا موسفید بودن، سن نابلند رفته، که الله سبحانه تعالی اونها را معاف گردانیده، این را بدانن انما الاعمال بالنیات. کسی که سالها روزه گرفته در رمضان مریض شده، الله اجر و ثواب صائمین برایش میده. کسی که سالها روزه گرفته در رمضان الان مسافر شده، الله اجر و ثواب صائمین میده. کسی که سالها روزه گرفته نظر به مشکلات یا کهولت سن نتونسته روزه بگیره، نتوانسته، الله اجر و ثواب صائمین برایش عطا میکنه. پس ناامید از رحمت پروردگار عالم هیچ کدام نباشید. الله سبحانه و تعالی می فرماید قل یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. الله سبحانه و تعالی از ما بپذیره. الله سبحانه و تعالی تمام اعمال ما از ریا و از عجب و از سمعه پاک بداره. اعمال ما را، گفتار ما را، کردار ما را خالصانه و مخلصانه داشته باشه. پروردگار عالم تمام مشکلات امت اسلامی الله سبحانه تعالی دور بسازه، خصوصا در کشور عزیز ما افغانستان و سایر بلادی که در جنگ و ناامنی میسوزن. الله صلح و صفا و صمیمیت و امنیت اسلامی عنایت بفرمایه. همه شما عزیزان و بزرگواران را خداوند کریم و رحیم می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.